سلام خدمت همه مخاطبین عزیز سایت فردانامه. توی این ویدیو قصد داریم در مورد صندوق‌های سرمایه گذاری صحبت بکنیم و اینکه حالا فلسفه در واقع به وجود اومدن این صندوق‌ها چی بوده و چی هستش. اول از همه باید روش‌های سرمایه گذاری رو توی دو دسته برای خودمون طبقه بندی بکنیم تا متوجه بشیم که دقیقاً کار کرده در واقع رسالت این صندوق‌ها چی بوده و چی هستش. خب ما یک سرمایه گذاری داریم در حالا دسته اول به اسم سرمایه گذاری مستقیم. چه اتفاقی میفته؟ خود سرمایه گذار، خود فردی که حالا میخواد در واقع یک بازدهی، یک ارزش افزوده‌ای برای خودش با دارایی خودش به وجود بیاره، وارد یک بازار سرمایه گذاری میشه، مثل یک بازار مالی، مثل یک مثلا بازار سرمایه میشه و خودش با تحلیل خودش در واقع و در واقع ادراکی که دارد نسبت به بازار شروع میکنه به معامله انواع اوراق بهادار توی اون بازار و حالا یک بازدهی کسب میکنه و در واقع به این صورت کارش رو پیش میبره. توی قدم بعدی اما یعنی در واقع در دسته دوم نوع دیگه سرمایه گذاری غیر مستقیم هستش. این سرمایه گذارانی که حالا در واقع از این طریق سعی میکنن فعالیت داشته باشن توی بازارهای مثلا مالی، مثلا بازار سرمایه، چون زمان کافی رو شاید ندارند، شاید چون در واقع از دانش کافی برخوردار نیستند برای اینکه خودشون مستقیم مثل اون سرمایه گذاران دسته اول وارد بازار بشن و سرمایه گذاری بکنن، خب نیاز دارند که در واقع یک مکانیزمی برای این افراد طراحی بشه که بتونن پولشون رو دست یک سری در واقع افراد خبره‌ای که هم دانششو دارن، هم زمانشو دارن و هم شغلشون در واقع سرمایه گذاری کردن توی بازار مالیه، پولشون رو به اونها بدن و اونها به جای اونها در واقع سرمایه گذاری بکنن. پس ما دو دسته اساسی داریم میتونیم تقسیم بندی کنیم روش‌های سرمایه گذاری رو. خب هدف اول و اصلی برای به وجود آمدن صندوق‌های سرمایه گذاری رو توی اسلاید قبل گفتیم: حضور تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای بازار سرمایه توی اون صندوقی که در واقع شکل گرفته تا با پول اون افرادی که حالا شاید دانش کافی ندارن و زمان کافی ندارن بتونن سرمایه گذاری بکنن. پس ما صندوق‌های سرمایه گذاری رو درست کردیم برای این افراد. از این در واقع رو به خاطر همین موضوع این افراد در واقع با دانش فنی بالایی که دارن اون خلاهایی که در واقع سرمایه گذاران حالا خرد دارن، اون افراد عادی جامعه دارن، با اون دانششون، با اون زمانی که میذارن و توانایی هایی که دارن، اون خلا رو برای اون افراد پر میکنن. بریم یکم با خود صندوق های سرمایه گذاری آشنا بشیم، انواعی که دارن در واقع. خب صندوق های سهامی اولین در واقع صندوق هایی که میخوایم راجبشون صحبت بکنیم. اینا صندوق هایی هستن که خب از اسمش معلومه روی سهام و در واقع شرکت های مختلفی که در واقع در بازار بورس عرضه شدن روی اونها سرمایه گذاری میکنن، DPS میگیرن و یا مثلا خود سهام با بالا پایین رفتنشون اینا سود میکنن و زیان میکنن. خیلی مثلا این صندوق ها رو باید در واقع با خود بازدهی های شاخص مقایسه کرد که این صندوق چقدر عملکردش بهتر بوده، چقدر عملکردش مثلا ضعیفتر بوده برفرض در یک بازه زمانی مثلا مثل یک سال. پس این صندوق های سهامی در واقع صندوق هایی هستن که سهم های مختلف رو از تمام بازار انتخاب میکنن و روشون سرمایه گذاری میکنن. توی بخش دوم در واقع توی صندوق هایی که میخوایم الان صحبت کنیم، صندوق های بخشی، اینا چه صندوق هایی هستن؟ اینا صندوق هایی هستن که صرفا روی یک صنعت خاص تمرکز میکنن و از روی یک صنعت خاص سهم های در واقع منتخب رو اونایی که به نظرشون خوبه انتخاب میکنن و روشون سرمایه گذاری میکنن. مثل صندوق هایی که مثلا برفرض میگم برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو انتخاب شده، فقط سهم های خودرویی یا مثلا فقط اوراق بهادار در واقع مرتبط به صنعت خودرو رو میخرن، یا سیمان یا مثلا پتروشیمی. صنعتشون معلومه و فقط از بین اون صنعت در واقع سهم‌ها رو انتخاب میکنن بر حالا در واقع بر پایه اون تحلیلی که دارن. دسته سوم صندوق‌های مبتنی بر سکه طلا هستند. خب این صندوق‌ها کاملا معلومه دیگه، صندوق‌هایی هستن که حالا توی بازارهای فیوچر و در واقع آپشن طلا یا خود تو بازار اثبات طلا در واقع سکه طلا و حالا
اینا خریداری میکنن و خرید و فروش انجام میدن و خب بازدهیشون خیلی بازدهی که در واقع یک کورلیشن خیلی مثبتی داره با خود قیمت سکه طلا و مزیت هایی که داره. خب شما دیگه لازم نیستید مثلا خودتون برید توی بازار سکه طلا رو بخرید، حالا با ریسک هایی که داره و در واقع مشکلاتی که میتونه همراه داشته باشه، نگهداریش و هزار تا از این داستانا. میتونید مثلا این صندوق ها رو در واقع بخرید و در واقع اون بازدهی که مد نظرتون هست از مثلا افزایش و در واقع خود قیمت سکه طلا و به صورت کلی طلا توی این صندوق ها نصیب خودتون بکنید. دسته چهارم صندوق های درآمد ثابت. این صندوق ها عموما برای افرادی خوب هستند که در واقع خیلی نمیخوان ریسک بکنن و یک درصد خاصی از بازدهی در واقع نیازشون رو ارضا میکنه. این صندوق ها بیشتر برای اوراق هایی که مثلا از منتشر شده از طرف دولت هستش، اوراق بعضی از اوراق های تامین مالی شرکت ها سرمایه گذاری میکنن و یک بازدهی ثابتی رو میدن. بازدهیشون خب بعضی وقتا شاید حتی از شاخص بیشتر باشه، خب خیلی وقتا هم از شاخص کمتره، ولی ثابته و در واقع ریسکی رو به اون صورت نداره. ولی خب در زمانهایی که مثلا شاخص یا بازار یا تورم اتفاق بیفته، این صندوق ها خب عمدتاً بازدهیشون کمتر از در واقع زمانی که یک تورمی صورت میگیره، حالا یا سهام یا سایر دارایی ها بالا میره. صندوق های مختلف چه صندوق هایی هستن؟ صندوق هایی هستن که در واقع حداقل 50% توی شرکت های سهامی و 50% بقیه‌شون هم مثلا توی اوراق درآمد ثابت مثل اخذا، مثل اوراقی که در واقع گفتیم دولت منتشر میکنه سرمایه گذاری میکنن. یک میکسی هستند از سهام و در واقع اوراق درآمد ثابت، یک میکسی از صندوق های درآمد ثابت و صندوق های سهامی. صندوق های شاخصی صندوق هایی هستن که برفرض میگم شاخص های مختلف بر مبنای شاخص های مختلف طراحی میشن و در واقع پورتفوشون چیده میشه تا اون شاخص رو بتونن ترک بکنن. مثلا صندوق شاخصی 50 شرکت مثلا بزرگ بورس ایران یا مثلا S&P 500 که حالا معروف ترین صندوق شاخصی در واقع بازار آمریکاست و در واقع اون شاخص رو ترک میکنن. اون شاخص اگر بالا بره این صندوق ها بالا میرن و اگر پایین بیاد و این صندوق ها هم خب قطعا بازدهی منفی ایجاد میکنن. صندوق های اهرمی، این صندوق ها با استفاده از حالا لوریجی که براشون تعریف میشه، هدفشون چی بوده؟ هدف از درست کردن این صندوق ها این بود که ما بازدهی در واقع بتونیم از خود شاخص و از کلیت بازار بتونیم بیشتر بگیریم. خب وقتی که در واقع بازدهی بالاتر رو شما تارگت میکنی، از اون طرف خب ریسک بالاتری رو هم در واقع توی چشم انداز خودتون باید قرار بدید. پس این صندوق های اهرمی مناسبند به صورت کلی برای افرادی که دلشون میخواد توی بازار بیشتر از بقیه، بیشتر از نرم خود بازار ریسک بکنن و اونها میان از این صندوق های اهرمی در واقع استفاده میکنن. صندوق های تضمین اصل سرمایه، دو مدل تضمین اصل سرمایه داریم. یکی بر رکن در واقع شرکت سبدگردان، با رکن تضمین شرکت سبدگردان و با رکن در واقع حالا شرکت در واقع بدون اون سبدگردان و با اهرمی تضمین میکنن در واقع این صندوق ها رو. توی سبدگردان خب اون سرمایه‌ای که شکل گرفته توی اون حالت مثلا صدور ابطالیش، یه شرکت سبدگردانی میاد اون در واقع صندوق رو و دارایی‌های اون صندوق رو تضمین میکنه، اصل سرمایه‌شون رو. توی حالت دوم که بر مبنای حالا اهرمی هستش، یک صندوق ETF تشکیل میدن و بر مبنای اون ETF میان یک صندوق صدور ابطالی درست میکنن که تضمین اصل سرمایه این صندوق صدور ابطالی بر عهده اون سرمایه گذاران هستش که در واقع روی اون صندوق ETF اولیه سرمایه گذاری کردن. صندوق های نیکوکاری صندوق های بعدی هستن. مثلا یک اتفاق مثلا ناگواری حالا توی کشور میفته، توی بحث جامعه میفته، این صندوق ها درست میشن تا مثلا بتونن در واقع یک کمکی بکنن و یک در واقع همکاری داشته باشن برای درست کردن اون مشکل و اتفاق بعدی که افتاده.
صندوق های بازارگردانی. خب این صندوق ها اسمشون روشه، برای بازارگردانی درست میشن، برای اینکه در واقع بتونن توی سهم های مختلف یک حجم مشخصی از لیکویدیتی و نقد شوندگی رو به اون سهم یا به اون صنعت در واقع به صورت کلی اگر بخوایم بگیم به بازار هدیه بکنن تا بازار در واقع از نقد شوندگی بهتری برخوردار بشه. صندوقیه که میره توی در واقع برای سایر صندوق ها سرمایه گذاری میکنه، مثلا 20% اوراق درآمد ثابت میگیره، صندوق های درآمد ثابت میگیره، 20% از صندوق های سهامی میگیره، مثلا یه بخشی از پولش میبره روی صندوق های مبتنی بر سکه طلا و در واقع کارش سرمایه گذاری کردن روی سایر صندوق هاست و پورتفولیو تشکیل دادن از سرمایه گذاری روی سایر صندوق ها. و آخرین نوع صندوق های تامین مالی هستن. یک پروژه‌ای تعریف میشه و در واقع بر مبنای اون پروژه یک صندوقی رو درست میکنه و افراد میتونن از طریق اون صندوق روی اون پروژه‌ای که حالا احتمالاً یک پروژه بزرگیه که نیاز به یک تامین مالی در واقع گسترده داره، افراد میتونن سرمایه گذاری بکنن و در واقع بازدهی که حالا تعریف شده و اتفاق میتونه بیفته رو از طریق سرمایه گذاری روی این صندوق های تامین مالی و به دست بیارن. خب یک بار با هم مرور بکنیم مزایای سرمایه گذاری توی صندوق های سرمایه گذاری. مدیریت حرفه‌ای دارایی ها. صندوق حالا بر مبنای قانون و دستورالعمل هایی که هسته، صندوق های سرمایه گذاری باید یک مدیریت از یک سطح خاصی از حرفه‌ای بودن برخوردار باشن. مدیران این در واقع صندوق ها مدارک خاصی رو باید داشته باشن و افرادی هستن که عموما زبدن، تجربه بالایی دارن توی بازار سرمایه و بلدن که چطوری پورتفولیو تشکیل بدن و حرفه‌ای هستن توی این در واقع زمینه. نقد شوندگی مناسب. خب معمولا صندوق ها بازارگردان دارند و این باعث میشه که یک نقد شوندگی خیلی خوبی رو داشته باشه و اون متولی در واقع اون صندوق تا حد زیادی تلاش میکنه که اون صندوق بتونه از یک لیکویدیتی بالایی برخوردار باشه. صرفه‌جویی در مقیاس. خب چون یک حجم عظیمی در واقع از سرمایه داره در یک به قول معروف جمع میشه و بعد سرمایه گذاری میشه، خیلی از هزینه ها مثلا هزینه های کارمزد و هزینه های از این دست میتونه تا یه حدی کاور بشه و پوشش داده بشه. سهولت سرمایه گذاری از چه نظر راحته؟ از این نظر که مثال دارم میگم، شما خود اون صندوق رو در واقع رسالتش رو میتونید بفهمید. این صندوق برفرض مبتنی بر سکه طلا، مبتنی بر اوراق درآمد ثابت، صندوق سهامی، اهرمی، هر چیزی که هستش و بدون اینکه در واقع نیاز داشته باشید که دانش خاصی داشته باشید یا مثلا مطالعه خیلی مفصلی کرده باشید، یه صندوقی رو انتخاب کنید، روش سرمایه گذاری کنید و مثلا برید حالا در واقع شغل خودتون رو داشته باشید و در واقع پیشه خودتون رو داشته باشید. متنوع سازی. خب صندوق های سرمایه گذاری برای اینکه پوشش ریسک بکنن و در واقع در یک حالت بهینه‌ای به قول معروف سرمایه گذاری بکنن، متنوع اون پورتفولیوشون رو متنوع میکنن از سهم‌های مختلف، اوراق مختلف و دارایی‌های مختلف که باعث میشه که شما یک در واقع سبد داشته باشید به صورت کلی وقتی یک صندوقی رو میخرید که این صندوق به خوبی متنوع سازی شده توسط همون مدیریت حرفه‌ای که داشته. نکته دیگه که داره، خب اگر افراد مثلا بخوان این کار رو انجام بدن و در واقع پولشون رو دست یک آدم خبره بسپرن، شاید افراد خبره پولهای کم رو قبول نکنن از افراد که باش سرمایه گذاری بکنن. مثلا بگن خب حداقل یک عددی باید باشه تا مثلا ما برای شما به قول معروف سبد گرداری کنیم. ولی خوبی صندوق ها اینه که خب شما با هر مقدار تقریبا سرمایه میتونید توی این صندوق ها سرمایه گذاری بکنید. خیلی نیاز نیست که مثلا سرمایه عجیب و غریبی بیارید و این در واقع هدیه‌ای که این صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذارانشون میدن که بتونن با پول کم هم در واقع توی این بازار باشن و از بازدهی هایی که این بازار میتونه بده به صورت بالقوه استفاده بکنن. در آخر دو نوع صندوق سرمایه گذاری داریم.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF و صندوق‌های سرمایه‌گذاری صدور ابطالی. خب ETF ها صندوق‌هایی هستن که خرید و فروش اونها از طریق همون سامانه‌های معاملاتی آنلاین کارگزاری امکان پذیره. یه نماد دارن مثلا یک سهم، مثلا مثل خودرو، مثلا فولاد، اینها هم یک نمادی دارن و در واقع میتونید مثل سهام عادی اونا رو خرید و فروش بکنید. صندوق‌های صدور ابطالی صندوق‌هایی هستن که مبتنی بر صدور ابطال هستند و به دو طریق میتونیم روی این صندوق ها سرمایه گذاری بکنیم. یا مراجعه حضوری داشته باشیم به شعبی که این صندوق در واقع شعب صندوق، و از طرف دیگه خود اون در واقع شرکتی که اومده این صندوق رو تأسیس کرده، حالا سبدگردانه یا مثلا یک تامین سرمایه است یا هر چیزی، یک درگاه اینترنتی داره. از طریق اون درگاه اینترنتی ما میتونیم به صورت آنلاین توی این صندوق ها سرمایه گذاری کنیم. اگر قصد مثلا مراجعه حضوری رو نداریم. روش مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از منظر ریسک و بازده و ضریب بتا به این صورتی که حالا به جز صندوق‌هایی که مثلا اوراق درآمد ثابتن که شاید یه ذره توی تعریف با هم فرق داشته باشن، ما میتونیم صندوق‌ها رو اولا که با بازدهی‌هاشون نسبت به هم دیگه، مثلا اگر می‌خوایم توی صندوق‌های سهامی سرمایه‌گذاری بکنیم، بازدهی صندوق‌های مختلف رو با هم نگاه بکنه که مثلا در یک سال گذشته چیکار کردن. این کار رو حتی مثلا اوراق درآمد ثابت هم میتونیم انجام بدیم. و اگر مثلا پیش بینی خاصی خودمون داریم که مثلا بازار مثبت خواهد شد و مثلا شاخص به یک عدد خاصی در آینده خواهد رسید، میتونیم همبستگی این صندوق‌ها با افت و در واقع رشد شاخص هم مقایسه بکنیم و ببینیم که کدوم صندوق همبستگی بیشتری با خود شاخص داره و اینجوری میتونیم اون صندوق مورد نظر رو پیدا بکنیم و در واقع اون تحلیلی که داشتیم بتونه کمک بکنه که یه بازدهی خیلی خوب با سرمایه گذاری توی این صندوق ها به دست بیاریم. ممنونم که تا اینجای ویدیو بنده رو همراهی کردید. امیدوارم که همیشه پرسود باشید.